چی کار میکنین معمولا؟ پالاشویی شد، کدایی شد، هر چیزی که دستم شد میکنم. 18 اولاد دارم، هیچ چیز به خانه نداریم بخوردن. خودم پیداگر خانه هستم، نفقه خانه چی خانه را خودم میتم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. کسانی که در اموالشان حق مشخص شده ای دارند برای هر سوال کننده و نیازمند و درمانده. صفات عباد الرحمن است. الله متعال انشاءالله هم ما را در این جمله قرار بده. سپاسگزار هستیم از برادر عزیز ما شریف جان که اینا مبلغ تدارک دیدن، با واسطه از او ما فامیلای سیلاب زده را کمک و همکاری کردیم. بسته های مواد غذایی است: آرد، برنج، روغن، نخود، چای، بوره، خرما، شوینده باب است. انشاءالله تسلیم این خانواده نیازمند میشه. پکیجا آماده شده است. 50 خانواده دعوت شدند، نامنویسی کردیم ما. انشاءالله همشان منتظر هستند. مرحله اول کاری ما تمام شد که بسته ها را در سر جایش قرار میدادیم. مرحله بعدی خانواده را ما دعوت میکنیم، مختصر همراهشان صحبت خواهد کردیم. سپاسگزار هستیم عزیزایی که ما را انتخاب کردن بابت از اینکه ما بتانیم مصدر خدمت واقع شویم به هموطنان نیازمند و متضرر خود. انشاءالله ما در خدمت هستیم، میتونین تماس بگیرین و از طریق لینک ها با ما ارتباط برقرار کنین. ما در کمال امانتداری انشاءالله این وظیفه و این رسالت انجام میدیم. مرحله بعدی دعوت خانواده ها است. میشه برای مشکلاتتان بگین سیلابایی که در اخیر آمده اکثریت خانواده را متضرر ساخته، مثلا مشکلات اقتصادی خودتان؟ بله، ما داوری داشتیم، همه سیل برد، 13 فامیلیم، 2 بچه زنده است. خود ما هیچ چیز نداریم، اما هر چیز زمین و خونه به کلش سیل برد. بخیر استفاده کنین از این. بخیر بخیر شما. 6 سال اول هستیم دیگه، نفقه خور داریم، غریب هستیم، بیچاره کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. دیگه خدا و شما جنرال خدا خیر بده که آوردی. فقط شما کار میکنین؟ بله، یعنی 2 3 4 5 تا خور داریم، خودم هستیم، خودم معمولی سپید هستیم دیگه. خیر ببینید، سلامت باشی. کسی که کمک کرد تشکر، از تشکر. خیر ببینید، سلامت. بخیر استفاده کنین. سلامت باشی. مشکلات خود زیاد داریم، 8 9 نفر هستیم خورنده، هیچ چیز برامون نمانده، مکمل تخریب شده. ما از زمین چیز از او خوش هستیم، خدا خیر بتشه. سرپرست ما بیادر سرپرست من خودم ندارم، شوهرم تکلیف روانی داره، 18 اولاد دارم، هیچ چیز به خانه نداریم بخوردن. نکنین خاله جان گیرین. خودم پیداگر خانه هستم، نفقه خانه چی خانه را خودم میتم. چی کار میکنین معمولا؟ پالاشویی شد، کدایی شد، هر چیزی که دستم شد میکنم. مشتک خورد، گواره شیر خورد دارم. شوهرم تکلیف روانی داره، لطکو میکنه. چیز خانه را می‌بینی، یک چیزی که باشه اساس بودن نمی‌دونه، بگویم تو میگره از خانه میبره. خدا مشکلاتتان حل کنه. به خیر استفاده کنیم. به خیر باشی. خدا تشکر از کمک شما که به همه اولادای من بخشتان دعا میکنه. خودمون خواهش دعا میکنیم. تشکر باشه. خواهش میکنم.